سلام علیکم از باز دوست توی خونه. امیدوارم حالتون عالی باشه. اسم من امیرعلی هستش و خیلی خوش اومدید به کانال من، یعنی امیرعلی نیک گیمینگ، کانالی که توش پر از سرگرمی هست و قرار هست بیشترم بشه. امروز اومدیم با لیتس پلی بازی اینجاستیک 2 لژندری ادیشن، حالا و بدون معطلی هم و پارت 5 میشیم و بدون معطلی هم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها، Sea of Troubles عجب وقتی داشتم گرین لانتر. The next time my people's blood is spilled, it will be for Atlantis, not the surface world. You're one of us too, Arthur. My father was human, but my duty is to Atlantis. I don't trust you, Jordan. You or any surface dweller. Now leave and remind Batman, stay out of my seas. میگه برو به بتمن بگو از دریای من دور بمونه. نگاه میگه از خونه من دور بمون. اینطوری دریا هم برای آکومن نگاه کنش. بیا برو، من به کمک تو نیازی ندارم، خودم برمیام. نه من نمیرم. خب جنگمون شروع شد پس. اوکی خودت آقای ای واسه What the heck? آقا خیلی آکومن قوی، یا من این دارم نوب باز در میارم. خوبه الان شده چیزی. آقا جان بیا دیگه شورشو در بردی. بی پدره گول. خدا رو شکر. یه لحظه اصابم خورد شد بچه، کل بدنم درد میکنه. خدا رو ورزش میریم ما. آره ما سالمی داشت. I'm sorry. I didn't come here to fight you. میگه من متاسفم، من برای جنگیدن نیومدم اینجا. Then they invade. شهر قشنگیه. Your oceans, but it's also my sector. Let me help you. بذار من کمکت کنم. Cover me. کاورم بده. برامون جو پوشش هم بده، ببینم میگه دیگه کاور بده. ما چو بخشاری بخواه هست داداش. آره دیگه چه کیفی میده. بدترین و وحشیترین موجود توی بازی اینجاستیک 2 همینه. همین بیشوره، همین چیتای لعنتیه. So did Atlantis. Liar!
don't need a golden lasso to make you tell the truth. یا خدا آدم سعی داره دفاع کنه ولی این گرین لنترن خوب قویه ها. اوه چجوری من این همه بهش دمیج دادم؟ بسا اوکیه بسا نه حواسم چون پرد دیدم. اوه آرام آرام باشه خودمه برسی پهنه اینم بخور منه اینم بگیر منه. Bad kitty. دختر بد اوه دیگه اینجاش کام بعد رو پیز کنم بکشه خیلی دیگه کنسیل کرده ولی تو ادیت صدا حذف میشه بچه ها. My people are getting flanked. Hold this line. Be our rear guard. On it. And you? I'm the vanguard. اوه باز این اسمش چی بود؟ ونوم بود؟ نه ونوم که اسم یه چیز دیگه است. چی میگی تو؟ ها بین بود. آقا این با این هیکل خب معلومه ما رو میبره. خوبه؟ عالیه. آها اینم بگیر اینم بگیر اینم بگیر. چه مسخره. وای بابا نکن دیگه. من الان بمیرم نوبرین عالمم به خدا. ها یس که بردم میشم. چرا اینطوری میشه؟ مشکل داره قشنگ. We're locking down the gates, but the fight's not over. How? Sorry, I was. Sorry, it's some. Where's this? یکی اینجاست. Put yourself at risk for Atlantis. Maybe you can be trusted. So, you're in? I can't. I belong here, defending my people. مردم من چیه که نمیدونم چی میگه. آیت صحبت میکنه بابا ولش کن اینو. گربه منی آل جوردن. Red Lanterns? Atrocitus and Dexstar. Agents of Vengeance. Powered by Rage. Don't worry, I'll handle these two. نگران نباش. Good luck.
خودم حلش میکنم. بریم برای مسابقه طول رینگ. Demand vengeance. You may have cast off their ring, but you are not absolved. You're not the first person to tell me that. Dexter would tear your heart out and lap your blood. But I sense you have a higher calling. A spark glowing within you. A spark of rage. چی هست سولو؟ چیکار کردی؟ این چیه؟ این خشمه؟ چی؟ من نمیتونم. خب چرا دارم مجبور میکنی لعنت؟ باید عضو گرین لنترها شید. ولی قدرت فعال سابس هم میشه پاباجوز. I do hate myself for what I've done, but my will is stronger than my hate. خب جنگ شد. بچه من دفعه پیش باختم. خب خیلی ناجور باختم، در حد اینکه ترجیح دادم اصلا حذف کنم اون تیکه رو. یعنی اونو میذاشم قشنگ آبرو میرفت، مطمئن بودم. ولی الان اوکی تره، نورمال تره الان. یا خدا بگی. آها اومدش. آها اینم بگی. مسخره رو ببینا. بیا برو بابا برو چه به نازم اوکی شد. اوکی این گربه‌ش هم رفت. خب اینجا برینیاکو داریم. The beta phase is complete. Earth's defense is irreversibly compromised. Begin the countdown. یا خدا چند تا برینیاک ها بچه هاشن، بچه های روباتیشن، ولی 4 تا خیلی زیاده. آمو نمیشه. تو همین 1 ثانیه 2 ثانیه که صحنه رو عوض کرد این همه اسپان شد. چی بگم خدایا، بعد مخم خب خود رئیسشون هم کل ابر قهرمان ها آدم های شر بازی اینجاستی خود
جمع کنی نمیتونی اینو شکست بدی این هم جمعیت رو. اینجا هم این دوتا دوست جونجونی دارن در خودشون نقشه میریزن. حالا فکر کنم تا اونجا که فهمم قراره یک نقشه بریزن که با راه مسالمت آمیز یعنی مذاکره با برینیاک جنگ کنن. حالا فکر کنم Well, if Brainiac doesn't try busting him out of prison, Black Adam and Wonder Woman will. The worse things get, the more people will think we should let him out to help. I'm just saying. Hope the new kids can hold down the most wanted man in the galaxy. Beetle and Firestorm are green, but together they're the most powerful team we have. خب دوستان، مرسی از این که با من تا انتها همراه بودین و مرسی از شما. اگه و این قسمت هم به پایان رسید، اگه از سبک محتوای من و کانالم خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید کانال منو و به دوستاتون به اشتراک بذارید ویدیوهای منو، چون باعث پیشرفت من در کامیونیتی یوتیوب فارسی میشه. و کامنت هم بذارین، ازشون ایده و انرژی میگیرم. مرسی، ممنونم از شما. تا ویدیوی دیگر آفتابی باشید. خدا نگهدار.